سلام برای وقت یوتیوب. عجیب ترین ویدیوهای اینستاگرام واسهتون آوردم. لیتس گو. خدا شاهده اینجا رو دارم اسفالت میکنم. یواش و قطک نه دقیقه نه دیدی داشتی میمدی من له میکردی. خدا شاهده دیدی رئیس من دیدی این بچه ها ببینم برای چه میخوایی؟ من داشتم اینجا میگفتم داره زحمت بکشه داشت میمد رو کچه در رو نمیبندی شما؟ ماشینم در رو ببند لطفا. خسته نباشی حالا رفتی حواله خودم به چراغ نفت. خب شیشه رو بده پایین صحبت کن. سلطان محمود غزنوی باشه. چقدر ژل زدی لامصب وایسه چیز گردن نباره اون 10 تا دکمه رو وا کردی، دکمه دیگه مونده تو وا نکرده باشی. افراد قبل بالا پایین نره دیگر. خب یه ریاکشنی، یه حرفی، یه چیزی بود. بس آقا برو گم شو. 3 ساعت درگیر کردی ما رو. آقا ساشا خوبی؟ مرسی از من. یه سوال. چه؟ کادو ولنتاین چی گرفتی؟ مگه اینا یقه تا اینجا نیست؟ این چرا تا اینجاست؟ که یه کم دی به پایین نافو میبینیم ما. 6 هم آیفون 16 است. شما بهش میگید آیفون 16. مگه نداشتی خودت؟ داشته باشم باید کار خودشو بکنه. او فیوز نکبت نفهم سیستم. این چه رفته تو قیمه؟ خب گازدار میکنن اون غذا رو. گوزیدی؟ من نمیدونم. گوزیدی تو غذا، طرف با اشتیاق جور برنجش هم آورده. خب چه کاری میخواین روی صورتتون انجام بدید؟ لب انجام بدم. شیدینگ لب چیه لبم چون روژ نمیتونم بزنم، سخت فقط روژو میخورم. دیگه گفتم بیام شیدینگ کنم راحت. بریم ببینیم آخرش چی میشه. ان شاءالله که قشنگ. اینم اتمام کار شیدینگ لب زیباجویی. لباس زیرتون به عنوان صافی استفاده کنید و دمنوش و چای رو از این طریق برای همسر یا پارتنر. ببخشید با کجاتون استفاده کنی به عنوان صافی؟ صادی چیه صافی؟ یه بار دیگه. لباس زیرتون به عنوان چرا باید با لباس زیر صافی استفاده کنید و دمنوش و چای رو از این طریق برای همسر یا پارتنرتون برید. به شدت وابستگی و علاقه ایجاد میکنه. با یه سوال فنی، اگه قرمز باشه میشه چای آلو وسط خب داره میدینی چند روز نمیدی مار دارم کتت میزنه بیرون. بابا خیلی ویدیو امروز آدم زره. نور منم، وای شور منم، حلقه ماهور منم، فدای اون انگشترت بشم، خودم غلامتم، خودم. من خودم به اندازه کافی واسه خودم متاسف هستم. خوبه تا اینجاش دیگه گوخی باقیش به بقیه نیومده. آفرین. بده سه به گوشش برسه. شکمو برم. بیا بلا برو پایین. بیا بچپ برو برم. مراجع عزیزمون آقا یعقوب که چند روز آقا یعقوب سانازی هستی؟ یعقوب دیگه مراسم دامادیشونه برای خدمات پاکسازی این دوست داماد هم هستی؟ ای به قربون لبات برم. ادامه تش بردن بریم یه خدمات خوب براشون انجام بدیم که از دیگه چی میخوای؟ این همه کار کرده دیگه. عشقم فردا میبینمت. من شب قبلش هرس میکنم جنگلامو میبارم، هرچه دارم و ندارم. خیلی طول میکشه. کنسرت پسر مهران مدیری در کانادا. جادوگر بلند شد و رو به روم ایستاد، این گونه به سخن ادامه داد. چیه این؟ احتمالاً جادوگر رو شاید اینجوری حرف میزنن. سلام دوستان، یک شنبه پول پارتی داریم تو این لوکیشن زیبا.
خانوما حتما لباس مخصوصش دارن یا بیکینی، آقایونم همینطور لباس مخصوص شنا بپوشن. میبینمتون همه آماده، همه عینک آماده تو آب شیریجه. ما باربیای خوشگل ساناز جمالیم، به خاطر همینه که انقدر زیباییم. کی به اینا گفته اینا زیبان؟ کی گفتی؟ چون موجه همونو فقط میایم پیش ساناز میذاریم. عزیزم اون باله. اگه میخواید مثل ما پلنگ بشید بیاید موجهاتون. کدوم پلنگی بال داره؟ تو خودت میگی پلنگ نمیبینی. این چیه؟ من نمیفهمم. ساناز سیو دنبال بیبی هستم، میخوام به سرپرستی بگیرم. کی بیبی میشه؟ از این بوسای منم خودم بیبیت میشم عزیزم. شروع باشه. بعد گیر موسو تور گینه چه کاریه آخه عزیزم؟ آبشار نیازارا نرفتی که مره بکوشن عجب لای لای فرارا کرده خیلی میکنی لذت. نوشه جان پسمان داری احیانا؟ فک چوله ASMR مثلا نه وای کیک باب اسفندی. این اشتباه و 90% ما داریم انجام میدیم که نمیدونیم چه جوری باید این نونخامه رو بخوریم. همه ماها میایم چنگال رو اینجوری میذاریم که نونخامه رو بخوریم، ولی این اشتباهه. بچه‌ها باید چنگال رو برگردونیم به این ترتیب. کدوم پشت احمق خرید نفهمی با پشت چنگالی با افتخار سید سونیا صبحانی. به سیدی؟ بله وای میگم تو خیلی معتقدی، اصلا بهت نمیاد. 2 صلوات میفرستم به روح بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی. 2 صلوات بفرستی خودت غیب میشی. مملکت عجیبی داری. به این حالمون رو یادتونه ویدیو قبلیم گذاشته بودم. مرتیکه ولکن نیست. اگه منو دیدم زیارتت قبول. سیر اگه منو ندیدی لیاقتت نبود. سیر بچه مردم همه شکنسیر شدن، یعنی چی که الان مثلا به دزدگیر نست نمیکنن. چاقالا میپری تو نگفتم قول ندارشم عبدالله شد بهم گفت هیچ وقت ولت نمیکنم، اما خورد بابا ول میکنه. این چه خبری 6 کیلو ابرو؟ به محض اینکه خیانت کردم ولم کرد. به حرف دخترها هیچ وقت اعتماد نکنید. ببخشید شما برو هر غلطی میخوای بکن، خانمم بمونه. من عذر میخوام. قلقلک دادن شقایق دریایی آویزان هیچ وقت قدیمی نمیشه. این چرا میره تو؟ قلقلکشون شاششون میگیره؟ کل صورتم مثل بچهای فرشته و الهی است، ولی ابروام اینه بچهای نازیاباد یاخچی آباده. چرا میخوری؟ بچهای فرشته و الهی اینجوری هم؟ اشباه اون بالا؟ تو باید بری 1 میلیارد خرج کنی که هیکل منو داشته باشی، ولی من هم خوشگل ترین هم خوش استایل ترین دختر ایرانم. درد مرض. با گریه میخوابم لعنت به این جدایی من که سینه رو دیدی؟ گودی یواش جلوت رو نگاه کن. باشه هاش خانم هیچ خبر هیچی. بس کن دیگه. قشنگ هم دیدی. خیلی هم مثل تو هم یه چیز طبیعیه دیگه. بوریگو خوی دهدی لالیگا. خودم گی هستم. بخوای بسترم با افتخار میگم. چرا با افتخار؟ پشت من خدا بودن میشه. خدا جای خیلی خوبی بوده.
هرچی میریم جلوتر داری خوشگلتر عروسی شدی مال من الان بقلمی بهم نشی قد زوبیه دوره این بوس نده با اون لبوی. خب بچه ها ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. واقعا سم بودم، یعنی بگید کدوم قسمت خیلی خوشتون اومد و تو ویدیوی بعد فعلا